تشکر برای این قسمتی صحبتمون. بیاید به یک قسمتی معاصرتر صحبتمون میرویم. مسئله تحولات افغانستان. یک سوال عمومی از شما پرسم که اون چی که در افغانستان گذشت شما چی رو دیدید و چی خلاصه میکنید از این واقعه و حادثه های افغانستان؟ البته من متاسفم اون حادثه هایی که در آنجا شده ایستادن، آن ملت کهن بنیادی که عصرهای زیاد ارزی هستی دارد و چون به تاریخ افغانستان و ملت برادر و دوست نظر می افکنیم، می بینیم که متاسفانه پر از فاجعه هاست، فاجعه هایی که پای در هم آنها تکرار می شود. و البته یکی از آن همون مشکلات هایی که در این ملت برادر ما هست، این البته تفکر قومی داشتن آنها است. یعنی همین قالب عصرهای زیاد شکسته نمی شود. وقتی که همین قالب تفکری گوییم که قومی که هست و امکانات نمیدهد که یک وحدت یگانه در اون ملت پیدا شود و همه قواهایی که در مملکت افغانستان ظهور میکنند و قدرت رو به دست میگیرند به همین ضدیت های قومی روبرو میشوند و اون البته تفکر قومی البته این سمت های دیگری چی روانی چی فرهنگی چی اقتصادی دارد البته، ولی به هر حال همین یگانه مشکلات است که در برادران هم فرهنگ ماست. به یک موضوع بسیار داغ اشاره کرده، اختلافات قومی، مبارزه های قومی. ولی در این مبارزه های قومی چرا ما دویم میبازیم؟ دویم مثلا در خراسان باختیم، آیا در اینجا باز هم همون حس انسانی و فراتر رفتن از ملت خود و بها دادن به انسانیت در همون نهاد تاجیکان خراسان نبود که به این روز گرفتار شدن؟ درست است. البته ما می‌دانیم که سرحد تاجیک زبان تاجیک است و ما می‌دانیم که در این سالهای زیاد ما جنگ نکردیم، ما کوشش کردیم که مراسا کنیم. مراسا کردن با همسایه ها، مراسا کردن با کسانی که انا گوییم که همسایه هستند، کسانی که مثلا در آنها یگان مناسبت های دیگری اجتماعی ساخته می شدن. و اکنون تصور کنید که اندیشرانی ملت ما در کدام سطح دوستی، سطح معنوی، سطحی که انسان بر این مناسبت کردن. یعنی خودی اگر شخصیت یک تاجیک رو بگیریم، این ملت است که انسان دوست است، این ملتی است که دوستی رو دائم جستجو میکند و شعار دارد دوستی رو جستجو داریم ما، از امانی گفتگو داریم ما. یعنی همین شاعرای ما در سطح اندیشرانی ما تاثیر سخت میرسونند، چون که شعر آنها رو مردم زمزمه میکنند، طلبه ها از خود میکنند و این در ضمیر آنها یک شکل فرمتی اندیشرانی رو میگیرد و انا همین مناسبت انسانی و معنوی سبب آن میشد که بسیار وقت فریب میخورند، چون که فریب نمیدانند، چون که دروغ گفتن نمیدانند، چون که انتظار آن نیست که مثلا آنها میتوانند در سطح آنقدر پست بیایند که از پشت کارت زنند، از پشت تیر زنند و این رو یعنی که ملت ما رفتاری نمونوی نمیگیرند، چون که نکرده بود. از همین لحاظ ما میتوانیم بگوییم که ما در همین سمت بسیار وقت دولت و دولتداری خود رو از دست میدادیم، چون که برای اون که انا همین سادگی تاجیکانه که رسول اکرم میگوید که درود و سلام بر او، اکثر بهشتیان ساده لوحانند. یعنی که این ملت انتخاب شده که هست، برای اون که انا همین حالتهای سادگی رو از بین ببرند، باید در اطراف خود عالمان رو جمع کنند. عالمانی رو که از اجتماعیات، از طب،
از گویم که سمت‌های دیگری مثلا گویم آموزش تکنولوژی همون دوره‌ای که جوابگو هست جمع کنند و بسیار حادثه و واقعه ها رو پیشگیری کنند. این یگانه چیزی که بود. اند همینجا تضادها بین مثلا عالمان دینی و عالمان گویم که ساحه علم دنیوی میشد و بسیار عالمان ساحه علم دنیوی رو متاسفانه کور میکردند و زیر پای فیلم میپرتافتند و تعقیب میکردند و از دربار میراندند و انا همین سبب شد که کسان جمع شدند انا همون علمایی که بسیار چیزها رو توکلی میکرد. در مسئله جنگ افغانستان و مبارزه جبهه مقاومت یک روش بسیار نازک احساس شد. قسمی میگفتند که این جبهه ملتگرا هست، اختلافات قومی به دامن میزند و قسم دیگر از آن حمایت میکردند و گفته میشد که ما باید از روی برادری و همزیستی دینیمون یک جایه باشیم. ولی به هر صورت صد همین بحث در مرحله نو بسیار دامن زده می شود، یعنی بس بحثی ملیت و دین که عالمان حتی در این مسئله گفتن که یک بحثی بی‌معنا هست، چون هویت ما برگرفته از همون قناوت تا اسلامی و اسلامی ما هست. ما نمیتونیم که از هویت یک تاجیک پرره گین های ملی که همون تاجیکیت جدا کنیم و مذهبیت جدا. همین مسئله تا کجا استاد اثر گذاشت که تاجیکان خراسان کمکاری کردند؟ یعنی تا کجا از همین راه فریب خوردند اگر به طرز دیگر بگیم؟ البته این مسئله بسیار مسئله نازک است، مسئله بسیار حساس است، مسئله دین، مسئله ملت. و البته ما در اینجا میتوانیم یک نقطه نظر علمی داشته باشیم. میگویند که اول دین تشکل می‌یابد در شعور انسان یا ملت. نکو تصور کنید که هر انسان رو گوناگون بگیم که روش هست در این مسئله. یکی است که بیشتر دین رو قبول میکند، یکی است که بیشتر ملت رو قبول میکند. انکون اگر ما علما نگاه کنیم، مثلا هستن نورسان، کودکان، نورسان، جوانانی که هنوز اندیشه های بگیم که وسیع ندارن، آنها نمیتونن این مفهوم رو درست بفهمن و وقتی که آنها این ایده رو میگیرن، ایده غایه بگیم که دینی رو که یک شکل طرز حیات هست، آن رو میگیرن، در آنها جای مثلا قبول فهمش ملی در آنها کم میمونند و هست کسانی که مثلا حس ملی رو میگیرن ولی در همین سطح میمونند، زینه دیگر نمیگذارند. زینه دیگر این زینه البته انکشافی فهمیش و درک یا که تفکری همون ملی هست. خب برای ما اگر این رو درست‌تر فهمونیم، ما میگیریم یک اویله رو. در مثلا اویله تصور کنید که دین که وارد شد به یک اویله همچون مفهوم، اویله رو پریشان نمیکنند، برعکس میکنند. یعنی که دین که وقتی که وارد شد مثلا به سطح اویله وسیع در زینه گویم که ملی، اون وقت باید زندگی رو درست کنند. ولی انا همین تفاوتی که هست بین مثلا مفهوم دینی و مفهوم ملی، این سبب انا هم اختلاف‌های گوناگون میشه. چون که رسول اکرم درود سلام بر او میگوید که دین سهل و آسان است. قبول دین سهل و آسان است، یعنی که زندگی انسان را آسان میکند، طرز حیات او را معین میکند. ولی وقتی که مشکلی ها ایجاد میشود در این سمت، پس چی نافهمی هست که این رو باید علما در این سمت کار کنند، چون که بی دین هم نمیشود. انسان به مثلا دین، به فرهنگ دینی نمیتواند زندگی کند، چون که هر روز مرگ رو میبیند، هر روز تولد رو میبیند. ولی در اینجا چی گپ میشود که انا همین مناسبت ها سطح دین و ملت روبرو میشوند با یک تضاد بین یکدیگر. ما هم میدونیم که البته خود دین همچون عقیده، همچون مضمون عوض نمی شود، چون که وای مستحکم است
ولی شکل آن گوناگون شدنش ممکن است. مثلا وقتی که در زمان سامانیان وقتی که مثلا نمازخوانی میکردن با زبان تاجیکی نیت میکردن، یعنی نیت نماز رو با زبان تاجیکی میگفتن. یعنی که نگاه کنید یک شکل دیگری با آنها پیشنهاد کردن که خیلی انمی شما همین روش قطعی قبول است، شما همین نماز رو بخونید. انا همین شکل‌های گوناگون موافقت کردن بعضی چیزهایی که مضمون عوض نمیکنن، این سبب اون میشه که به همون تفکر ملی انا همین دین وارد شدنش ممکن است. و چیز دیگری آن است که شکلاً بسیار دین تحولات سخت می‌بیند. مثلا یک نمودش گیریم، اگر با حج رفتن، مثلا با سمالیات رفتن خیلی قبول نمیشد، آدم‌ها مجبور بودن که پیاده روند. ولی حالا ببینید یا که صورت گرفتن خانه کعبه اگر می‌خپیدن، مثلا سالهای 50 اپراتورهای اروپایی رو خپیدن، آنها رو کشتن، برای آنها رسم گرفتن خانه خدا را. نه حالا ببینید که تحولات ببینید بچه آورده است که به واسطه تلویزیون هر روز چی واقعه حادثه در خانه خدا میشد آن رو به جهانیان پهن میکنند. یعنی این تحولات شکلی هست. انا همین تحولات شکلی رو کسانی هستند که اگر دین رو اول به علم قبول کرده باشند، به علم که خود دین هم علم است، ولی علم فهمش حاضر زمان، انکشاف اجتماعی، روانی، فرهنگی و دیگر سمت‌ها رو که آدم که از خود کرد و دین رو که قبول کرد، دین برای وی آسان میشه. ولی کسانی که به علم دین رو قبول میکنن به فاناتیزم میرسن، یعنی که آنها جاهل میشوند و همون چیزی که دogمایی که آنها فهمیدن همون سبب میشود که مثلا مشکلات در زندگی آنها میارد. و انا از همین حساب برای اون که دین و در سطح ملی به یکدیگر مثلا راست بگیرن، باید دین رو همچون علم قبول کرد و آن رو اول آموزش علم، یعنی که طبیعت اون چیزی که آفریده است، و ثانی‌تر انا مفهوم های مثلا گومانیتری اون رو از خود کردن. از همین لحاظ که مشکلات های زیادی هست که پیش که دانش‌های رو میتونن که سبب مثلا نفهمیدن درستی درک دین میشد و آنها انکار میکنن که خانواده کلان خود رو، یعنی ملت این یک خانه کلان است، یک عائله کلانی هست که مثلا اون رو اگر ما در سطح یک عائله گیریم فهمشش مثلا آسان‌تر میشد، ولی کسانی که وسیع‌تر اندیشه‌رانی دارن آنها میتوانند درک کنند که ملت این یک خانه کلان است، یک عائله کلانی هست که در آن باید زیست و دین سبب خوب شدن زندگی انا همون ملت شود. ولی استاد مسئله کم دیگر هم هست. شما ببینید که ما گفتیم که یعنی دین و ملت باید به منفعت یکدیگر کار کنند، مطابق کرده شوند خواسته ها و روش ها. اما در مسئله خراسان همین است که ما با واسطه دین مثلا فریب میخوریم. مثلا ببینید طالبان با اینکه بسیار دامن میزنند اسلامیت و مسلمانی و برادری و اخوت و دیگر شعارهایی که دارند، اما در اصل میروند به همون قومگرایی و قبیله‌گرایی و سلطه‌گرایی خود. پس در این مرحله ما باید چیکار کنیم؟ آیا ما باید شور شویم؟ چی را باید دانیم؟ قوم‌های دیگری غیر مثلا گویم طالبان که در افغانستان زندگی میکردن و میکنن حالا هم نتوانستن اون شکل مضمون اون شکلی که آوردن طالبان آن را قبول کنن، یعنی بردن به عصرهای میانگی. انا یگانه سببی که مثلا اینها زید برآمدن و اون چندین صد ساله هایی که زندگی کردن، انکشاف یافتن، درک کردن، زندگی بردن، همین نتوانستن که خفا پرتاید، چون که خفا پرتافتن اون سبب اون میشد که آنها هم اون دستاوردهایی که داشتن در طول تاریخ آن را بای میدادن. یگانه چیزی که ضدیتی که در بین مثلا قوم‌های گوناگون از آن جمله مثلا تاجیکان پنجشیر است نسبت همین طالبان، این قبول نکردن اون فرمت، اون شکلی دینی که آنها آوردند. پس با این روحیه میتوان گفت که ما دیگر یک همزیستی آسایشته قوم ها در افغانستان دیده نمیتوانیم یا بینیم.
کی دیده میتونیم چی باید شود که اونا یک همزیستی و همدیگر فهمی و برادری داشته باشن؟ درست است. ما میبینیم که مثلا سمت‌های دیگری ما گیوپولیتیکی اون رو به نظر نمیگیریم، چون که این کاری بگیم که ما نیست، ولی ما سمت‌های دیگری روانی و فرهنگی معنوی اون رو میگیریم. اون میگراتسی که مهاجرتی که از اون جمله مردم معتبر افغانستان به جهان کردن، این یکی از اون بگیم که طلبات‌های زمانوی هست که همین مهاجرت سبب اون شد که آنها یگان وقت باز برمیگردن و تفکری سطح تفکری که مثلا در افغانستان هست اون رو در عموم در نظر دارن، اون رو به زینه ملی برند. خب البته شخصانی هستند در افغانستان که سطح ملی اندیشه رو نمی‌کنند، ولی متاسفانه آنها کمند. اکثری مردم در سطح آن همون قومی فکر میکنند. برای برداشتن گذرانیدن آنها به زینه تفکر ملی و از آن پس به بشریت، یعنی تفکر بشری در سطح بشریت کردن، برای این البته آموزش علم لازم است. اعتماد به نفس، همین اعتماد به نفس چی در تاجیکان کل دنیا و چی در مردم افغانستان به شکل کلی کم دیده می شود. ما صرف نظر نمی کنیم از آن برخوردهای منفعت‌های قدرت‌های جهانی، گروه‌های سیاسی و عموماً بازی‌هایی که اطراف افغانستان جریان داره صرف نظر نمی کنیم، ولی به هر حال اعتماد به نفس در مبارزه همین مردم، متحدی همین مردم شناخته نمی شود. دائما گفته می شود که تقدیر افغانستان در دست کشورهای دیگر است، در دست سیاسیون هست. ما در با افغانستان کشورهای دیگر دخالت میکنند، ولی چرا همین اعتماد به نفس دیده نمی شود در همین مردم؟ در کل در تاجیکان دنیا هم همین نمونه ها هستند. چی است اصول سبب؟ یعنی گذشت میکنن. بله، گذشت میکنه، با امید دیگران میشن، تکیه میکنن. یعنی امو توانایی و قدرتی که در نهادشون است، امکاناتی که دارن، استفاده نمیکنن به هر شکلی باشد، یا که دستنگر میمونن. سببش انا همین جنگ است. جنگ همه وقت خرابی است. انا اکنون تصور کنید که این با اون آورده میرسوند که زندگی نه از لحاظ دیگر عقلی معنوی میشد، از لحاظ طلبات های انسان میشود. یعنی که انسان وقتی که برای طلبات چیزهای عادی زندگی خود بگیم که قدم میزند و زندگی خود رو پیش میبرد. این البته امروز ما نفهمیدیم، این درک نکردیم که معنویات چی هست. ما از معنویات شاید رو گرداندیم و این سبب شد که ما رو برده نه به کنج همون زینه یکمی نفس اقتصادیات برده رسون. از همین لحاظ حالا ما گفتن نمیتوانیم که اعتماد مردم ما نسبت نفس که سست‌تر شده است، ولی به هر حال باز کار خودش هم میکنن همین معنویات که باز تاجیک دلسوز است، باز تاجیک نان خود تقسیم میکند، باز تاجیک لباس خود تقسیم میکند، باز تاجیک در خانه خود راه میدهد، کسانی رو که سرپناه میجوید. این طبیعت تاجیکانه ما هست. بله. این طبیعت هزار ساله ها ما را آموزاندند و درس دادند و این زینه انسانی است. ولی متاسفانه اکثر مردمی که از آن جمله در افغانستان برادر و دوستی ما امروز ما این چیزا میبینیم و بسیار افسوس میخوریم که ما همون واقعه و حادثه های را میبینیم که ننگاور هستند. حادثه های را میبینیم که مثلا گرسنه میگردن، تیبی ضروری ندارن، مکتب و بسیار چیزها نیستن و امیدواریم که این چیز بر روزهای نزدیک از بین میرود، چون که افغانستان نه دولت های دیگر، افغانستان نه خود افغانستان شعوری کیهان چنین خواسته است. شاید که با اجازه او واقعه و حادثه ها باشد که همین ملت به زینه دیگر گذارد و از حقوق خود، از درک و اندیشرانی خود دفاع کند
و همون سطح لازم بیاید و جنگ رو از مملکت خود دور کنند. تشکر استاد. اجازه دهید و سوال دیگر گذاریم. ما در افغانستان وضعیت داریم که دیگر جای گریز نیست. یک وضعیتی آمده در افغانستان که به نظر شما آیا این یک امتحان برای ملت تاجیک در تمام دنیا، در خراسان و دیگر اقوام افغانستان نیست که از همین مرحله تاریخی باید سربلندانه عبور کنند؟ مخصوصا ما تاجیکان در دنیا از همین امتحان تاریخی چگونه باید گذاریم؟ معلوم است که مثلا ما همین گونه یک مرحله های خاص چند دوره داشتیم در سالهای 20 عصر گذشته هم که تقسیمات حدودی می رفت و همون اراده و خواهش و جهانبینی و متحدی ما میتونست تا یک حد نقش بازی کند. و در مسئله افغانستان ما باید چکار کنیم که فرهنگ ما، هویت ما، داشته های تمدنی ما از بین نرود و همزمان ما با دیگر ملت ها در یک اختلاف قرار نگیریم و از همین مرحله مشکل سربلندانه عبور کنیم. بار دیگر میگم بسیار متاسفم از اون واقع و حادثه هایی که در مملکت همسایه شده ایستاد است. هر باری که میبینم البته یک احساسی بسیار چیم بیدار میشود، ولی به هر حال امیدوارم که مردم سربلندی افغانستان این روزها را پشت سر میکنند. آن چه که مثلا در مسئله سیاسی مناسبت هایی که ما شخصا دولت ما نسبت مردم جنگ زده افغانستان کند، البته مملکت ما در سطح ضروری کرده ایستاده است. یگانه که دولتی که دفاع کرد از آن ارزش های ملی، از آن مردمی که در محاصره بودند، از آن جمله مردم شریف پنجشیر و در سطح جهانی حتی ایستادگی کرد. یعنی این بسیار آسان نیست که در یک سطح گویم که نهایت بلند جهانی یک ایده رو، یک عقیده رو پیشنهاد کرد که آن سبب حفظ حقوق و حفظ یک ملت و یک گویم که منطقه باشد. امیدوارم که هر یک چیز همون دوره شدیدیت خود رو دارد. حالا فکر میکنم که شدیدیت جنگ های افغانستان پشت سر شدن و بعد از این یک آرامی میبید و امیدوارم که در نتیجه گفت و شنید و ایستادگری در که سطح انا همون مفهوم های سیاسی این میارد به آن که جنگ بس می شود و خودشون درک میکنن که حالا در یک ایزولیاسیون جهانی قرار دارن. نه مناسبت است، نه رفت آمد است، نه که قبول انا همون دولتداری آنهاست. همه این آهسته آهسته شاید آنها رو به اندیشه بیارد که آنها توانند یعنی همون سیاست خود را نسبت دولت‌های دیگر، نسبت سیاست جهانی عوض کنند و یک مملکت شود که آن سبب انکشاف و رشد و نموی همون دولت و مملکت و ملتشان شود. ما هم با این آرزوهای شما شریک میشویم استاد. صحبت‌های شیرین شما کس را وادار میکند که گوش از صحبت‌های شما نکند و سوال‌های زیاد هم در ذهن میآیند، ولی متاسفانه وقتی ما بسیار محدود است و با همین میخواهیم با شما خیر و خوش داشته باشیم. تشکر زیاد استاد برای یک صحبت بسیار صمیمی. امیدواریم صحبت‌های ما ادامه خواهد کرد. سپاسگزارم از آن که دعوت کردید برادر عزیز گرامی فردوسی نظامی. البته یه موضوعی بود که داغ روز بود. این نه تنها داغ روز است بلکه داغ بسیار قلب بسیار مردم تاجیکان جهان است و البته اون چیزی که ما امروز خواستیم گپ زنیم این یک شخصیت عمومی تاجیک را در عرصه بین‌المللی نشان دادن است و ما زینه او را همچون زینه معنویات، فهم، علم، فرهنگ نشان دادیم و امیدواریم که چنین خواهد بود که زینه معنویات نه دسترسی هم است.
تشکر زیاد. سپاس و درود.